السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ونصرته. الله سبحانه وتعالى هر یک از این ما و شما را نگهبان باشه. این حال شاید مدتی چند روزه که مثال بگیریم در کارخانه نیستیم، روز شنبه بازار میباشیم در کارخانه. رقم ها در روی کریم میبینیم برای سنگ پترزبورگ هم داروهایی که میبینیم همینا هستن. فربیشیدن خراب شدن نمیاز اکثر هفته سر میتونیم که زنگ بزنیم داروی سمیوان 400 روبل بگیم اپیدونی پسته 400 روبل به خاطر ماه شریف رمضان تا آخر رمضان اکثر هفته است. یعنی برادران عزیز مهربان، بسیاری برادران را وقتی که زنگ میزنن عالم بیمار است، مادرم بیمار است، یعنی فرزندم بیماره دیگه و دیگه بسیاری یعنی این سوال ها میشوند. الله سبحانه و تعالی هر یک از ما شما نگهبان باشه. از اکثر اونها پرسان میکنین که آیا یعنی فرزند شما نماز میخونه؟ میگن نه. میگن سبحان الله ماه شریف رمضان چرا نمیخونه؟ حال میخونه، میگن بعد میخونه میره بخون سال سوا. و بسیاری هاشه یعنی امر میکنیم که برادر عزیز اگر که بخواین که فرزندتان یا اینکه مادرتان شفای کامل عاجل بیا، یعنی رجوع به سوی پروردگار، نماز را در وقتش بخوانن. میگه نمیشه یعنی به همین کار بکنیم بعد یکی وقتش بعد تغییرش میکنه نماز مثلا شرایط نماز خوندن نیست. سبحان الله. یعنی مردم ما اکثریتش برای نماز وقت نمیوه. میگوش که برادر از آنی که وقتون تو اجاره صرف میکنی، مثلا بعضش از پیتر، بعضش از یکتریمبورگ، بعضش از سمره، بعضش از قزان دیگه دیگه. یعنی قاری ها ماشاءالله به نهایت بسیارن. هر یک کدوم همین ما و دیگران هم که باشن تلاوت قرآن میکنن. میگه این فریق پیش یگان انسان ببره بخونشون انشاءالله ساز میشن. نه ما پیش خدمت چند کسا خواندن نتونستن. ما از اونا سوال میکنیم که آیا قرآن خواندن نتونستن؟ نه خواند، جینش نبرآمد. یعنی مطلب همینه که یعنی وای خونده تونست، ها تونست نبرآمد. آیا فکر نمیکنی که ای سبب بینمازی شما های، یا که سبب بینمازی شوهرتون های، یا که سبب بینمازی فرزندتون های؟ یعنی سبحان الله هر پدر مادری که در خانه نماز نخوانه کثافتش به فرزندش میرسه. هر فرزندی که در خانه نماز نخوانه کثافتش به پدر و مادر میرسه. با اون خاطر برادران عزیز، برای اونی که تیزتر شفا بیاوین، برای اونی که معالجتون تیزتر یعنی ریزولتات نشان بده که تیز شما از جین شیاطین از سحر و جادو نجات بیاوین، یعنی رجوع به سوی نماز، رجوع به سوی پروردگار. الله سبحانه و تعالی هر یک از ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرمایه. انسان تا که نماز نخوانه، تا که پایبند به عبادت الله سبحانه و تعالی نباشه، و یگان شفا از جانب الله انتظار نباشه. زیرا اونکه الله میگه ما نازل کردیم و ننزل من القرآن، یعنی ما نازل کردیم قرآن را شفا برای مؤمن ها. مؤمن ها کیا هستن؟ اونها هستن که پایبند با عبادت الله هستن. اونها همونا هستن که با عبادت الله مشغول هستن. اونها شخصیت هست که نماز میخوانن، قرآن تلاوت میکنن، زکات خود را ادا میکنن، خیر صدقات میکنن، دست یتیما را میگیرن، دست بیوزن ها را میگیرن، یعنی کمک میکنن. اینها انسانانی که در راه مونده هستن، یعنی برای انسانانی که بیمار هستن یک توصیه خالی. و والله و بالله و تالله، اگر که ما رجوع به سوی پروردگار کنیم، صدیقانه توبه کنیم و با دست به دعا بکنیم که پروردگارا خود شفا دهنده هستی، پروردگارا ما را شفای کامل عاجل عطا بفرما، که پروردگارا ما امتحانی تحمل کرده نمیتوانیم امتحان تو را، پروردگارا ما را امتحان مکن، پروردگارا ما را شفا بده که ما قدرت توانایی نداریم که تحمل کنیم امتحان خود را. پروردگارا از این بلا ما را نجات بده. پروردگارا جز شفای تو شفای وجود نداره. ما از تو طلب عفو مغفرت میکنیم، طلب شفا میکنیم که پروردگار تیزتر شفا منعطا فرما. یعنی انسان همین دعاها را از تحت دل با آب دیده دعا بکنه، الله تیزتر شفاش میده. با اون خاطر این قرآنی که میبینیم
الحمدلله این قرآن نجات دهنده ما و شما هست. فرق است. این قرآن روز قیامت شفاعتگر ما و شما می باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شما قرآن را بخوانید، مدرسه که قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشد برای صاحبش. الله سبحانه و تعالی هر یک از این ما و شما را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. راستش هم مانده میشم که به یک زور گپ زده ایستم. الله نگهبان تو باشه. بعضی انسان هم زنگ میزنن حالاتو میگم دهی و خیر سبحان الله دست به دعا بکنید تا اینکه الله تیسر شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. الله شفا دهنده است. الله اجابت میکنه دعای هر یک از ما و شما را. الله میفرماید ادعونی استجب لكم. طلب دعا کنن ما اجابتش بکنم. الله نگهبانتان باشه. فی امان الله. از دعای صالحتان مرا فراموش مکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.